سال 4 روز کارمون ساعت 6 صبح زدیم رفتیم باک بنزین رو پر کردیم، شد 80,000 تومان. اولین سفر گرفتیم به سمت مرزداران. مسافرمون یه جوون خوشرو و خوش برخورد بود. کلی با هم گفتیم و خندیدیم که وسط راه گفت آقا بشه سیگار روشن کنم؟ گفتم شرمنده. گفت با هم میکشیم. گفتم نه بحث اونش نی، من حساسیت دارم. دیگه از اون موقع من رفت تو فاز کلتر و ایراد گرفتن و اینا، منم هیچ نگفتم فقط پیادهش بره، حوصله‌اش ندارم. بعد از این خانم یه سوار کردم که از مبدا تا سوار شد گرفت خوابی تا مقصد. موقعی هم که رسیدیم مقصد من بوق زدم، هی صداشون کردم خانم فلانی، صدا ضبط زیاد کردم، ماشین رو تکون دادم. اینا اصلا بیدار نمیشه دیگه. داشتم نگران میشدم، خواستم یه کاری انجام بدم، زنگ زدم پشتیبانی اطلاع بدم. گفتم بذار زنگ بزنم به موبایلشون. زنگ زدم به صدای موبایل و ویبره گوشی. بعد از 2-3 بار زنگ خوردن از خواب بیدار شد. گفتم خب خدا رو شکر سالمه. بعد از اونم یه خوابم میومد بدجور، یه شد قهوه زدیم که شد 20,000 تومان. یه چند تا سفر داخلی هم رفتیم و آخرین سفرمون رو گرفتیم به سمت شهر ری. دیگه شهر ری رسیدم ساعت شده بود 2:30. دیگه خسته بودم و کار رو تموم کردم. امروز خرج اون یه بنزین بود که شد 80,000 تومان، یه نم قهوه که 20,000 تومان. مجموع خالص کارکرد امروزمونم براتون می‌نویسم، تا به امروزم می‌نویسم که چقدر کار کردیم تو این 4 روز. فعلا خدا نگهدار.